خب سلام بچه ها، خوش اومدین به ویدیوهای سیپان. بچه ها امروز یه ویدیو ریاکشن دیگه داریم. ما یه ریاکشن یادتون بری ویدیو قبلا که دیروز میشه یه ویدیو راجع به دارکوب پوتک بود که این بادام گذاشته، حتما بریم ببینیمش. امروز هم قرار راجع به یه دونه آرتیست دیگه آهنگشو گوش کنیم و ریاکشن روش بدیم. اونم کسی نیست جز کوروش درانک. خب که امروز میخوایم رو آهنگ اون ریاکشن بریم. پس قبل از اینکه بریم بچه ها ببینیم ویژوالایزرشو و گوش کنیم که کوروش درانک چیکار کرده، اول از همه لایک و سابسکرایب بزنید، روی آل بزنید. یعنی هر موقع من ویدیو گذاشتم متوجه میشید یه سیپان ویدیو گذاشته. پس بچه بزنیم بریم سراغ ویدیو. اسم این آهنگش هست 914F از کوروش درانک. بریم بشنویم و بعد شما نظر کامنتی هم داشتین و آخر ویدیو من بهتون میگم. اما نظر کامنت راجع این داشتین بریم به خود چنل خود کوروش درانک هم من زیر همین پست داخل یوتیوب میذارم، حتما بریم ببینیم و اگه نظر انتقاد داشتین به خودش یا به منم بگیم. پس بریم ببینیم بچه‌ها ویدیو رو. پای ننددی کرایه شغالا نباشم بازار تو که سریع کساده به جای صورت میپاشمش من توی پیاله که بیسکویتاتو بزنی توش انگار زدی کراکه دیگه حالا میره بالا عرفیده مرمونش دیگه چاقا دیگه حال. بچه ها موسیقی بیت عالیه، حتی متنشم که من تا الان یه ذره فسقیدم گوش بدم خوب بود، اما میکس مسترش یه ذره مشکل داره. حالا من نظر شما همین زیر کامنت کنی حتما. بریم بشنویم. حالا میره بالا دامنشو افسانه میره بالا کیره ماها دوتا تم سرتوشه جنگ سراتون استوری کنن زیر سرم دیافراگم میکروفون پار از زیر فلم تکس میده میخواد بزنم این بیت ونوم میگم که توی کریپتو اوکی دیل ترون بعد کودکس دادی پدرام و لاکار چاقال باید تطبیق بزنه به اسلام و حالا چاقال پور تزان حرفات مفره چاقال باستا محتاط کرده به اسا تهران و باستا چاقال چرغم و به مال چاقی سینک پول کارام بالاتر که نمیکنی سیک پول بابات در نیا فرود سفره کینگ لوت چاقال دست زنجان دستم اینجا رینگ رود بازاست چرغم و به مال چاقی سینک پول کارام بالاتر که نمیکنی سیک پول بابات در نیا فرود سفره کینگ لوت چاقال دست زنجان دستم اینجا رینگ رود بازاست. چون نظر من آهنگش خوب بود، ولی شما دیدین مثلا آهنگ هر کدوم آدم میخوام آخر مثلا میگم ونوم، بگید این ونوم که تکرار میشد، اونم خیلی خوب بود، خوش آمد توی داخل متنش گذاشته و باحال بود که دوباره پلی میشه ونوم تکرار میشه، خوب بود. خب به نظر من حالا بقیه‌اش هم گوش میکنیم و ببینیم چی بعد بریم سراغ ویدیو بچه. حالا رپ ما واقعیه نپولی دراز که میکشی تو تیر عمودی کارامم کارماس میذاره درتون ممه رو لولو برد تایگر مموتی پانچا رو بشنوه یزدان پرت میکنه هدفونو قرتو رو میده که برسامون میکنه فرتو رو کس کنی یه گوشه حرفام هم که میده چرتو رو هرسی نشرده بس نبودی میخوره هیگو طفل مظلومی تو ماچ که نیستی شبا رو عرق به جای ویسکی بزا اسم آلبومت و بکس مرده خور توی خونه رفیقت فرو کن ویسکی اینجا 0-2-1 کف فلا اهل قانونی پس میکنم ات 70 ضرب حلاله دیلر که نیستی تای گنگ جاکشی مجازیه کامنتات هم پر میشه جاکش برقی چرغم و به مال چاقی سینک پول کارام بالاتر که نمیری کنی سیک پول بابات در نیا فرود سفره کینگ لوت چاقال دست زنجان دستم اینجا رینگ رود بازاست چرغم و به مال چاقی سینک پول کارام بالاتر که نمیری کنی سیک پول بابات در نیا فرود سفره کینگ لوت چاقال دست زنجان دستم اینجا رینگ رود بازاست.
خب بچه اینم تموم شد، ولی من نظرم آخرش پایانش خیلی خوب تموم کرد، خوش آمد، خوب بود واقعا. خب بچه منم ببندیم. خب بچه من یه بزرگش کنم. خب بچه اگر نظر و کامنتی راجع به ویدیوها، یه ویدیوهای قرار آینده بسازم، حالا بی آینده خب کامنت شما انجام میدید، راجع به این ویدیو نظری داشتین حتما اول اینو شیر کنید، بعدش سیف کنید که داشته باشین. اگه خواستین مثلا من داشته باشم سابسکرایب، حتما یادتون نره حتما با سابسکرایب و لایک و انجام بدین که من هر موقع ویدیو باشه مطلع شین که سیفان ویدیو گذاشتم. و بعد از اونم کامنت فراموش نشه. روز خوبی داشته باشین بچه‌ها. بدرود.